چطوری از این دامنه ترندی بدوزید؟ این دامنه ترندی که این روزا خیلی محبوب شدن و قیمت بالایی دارن رو میتونی خودت کمتر از 1 ساعت توی خونه، حتی اگر خیاطی بلد نیستی، بدوزی. این دامنا به راحتی با لباسایی که داخل کمدتون دارین ست میشن و میتونید با بافت، ترنچ کت، کرام کت، جلیقه و پیراهن هاتون هم حتی ستش کنید. برای این دامن شما حدوداً به 2 متر پارچه نیاز دارید که البته اگر بخوام دقیق تر بگم 1/3 دور کمرتون به اضافه قد دامن که حدوداً 70 تا 85 سانت متغیره و میتونید کمتر یا بیشترش کنید. برای دوخت این دامن میتونید از انواع پارچه‌های پشمی، موهر، کشمیر و فوتر هم استفاده کنید. من مهندسم و تو چنلم آموزش خیاطی میذارم برای کسایی که هیچی از خیاطی سر در نمیارن. اگر این دست آموزش ها رو دوست داری، خوشحال میشم به خانواده کوچیکانه بپیوندید و چنل ما رو سابسکرایب کنید. ابتدا پارچمون رو به صورت دولاتا میزنیم طوری که روی پارچه به روی هم بیاد و پشت پارچه رو به ما قرار بگیره. این قسمت عرض پارچه هست که 1.5 متره و این قسمت طول پارچه هست که تا شده و 2 متری که بود اینجا به صورت 1 متر در اومد. به یک سمت میگیم دولای بسته و به سمت دیگه میگیم دولای باز. برای قسمت کمر دامنمون از یه فرمول ساده استفاده میکنیم. 1/3 دور کمرتون منهای 1. عدد به دست اومده رو از قسمت بالا به سمت چپ و به سمت پایین علامت میزنیم و مترمون رو در مرکز قرار میدیم و این علامت ها رو از اون بالا تا پایین میزنیم و بعد به هم وصل میکنیم. برای علامت زدن قد دامن هم از همون قسمتی که کمر رو علامت زدیم به اندازه قد دامن دوباره به سمت چپ و به سمت پایین میریم و وسط رو هم همونطور از قسمت پایین کمر دامن همونطور که توی ویدیو مشاهده میکنید علامت میزنیم و بعد به هم وصل میکنیم. حالا قسمت هایی که علامت زدیم رو با 1 سانت جای دوخت از قسمت بالا و قسمت پایین برش میزنیم. پارچه من چون ریش میشد من قسمت کمری، درز بغل و پایین رو سردوز کردم. از قسمت درز بغل شما 1 الی 2 سانت جای دوخت در نظر میگیرید و از بالا حدود 16 الی 17 سانت برای جای زیپ باز میذارید و قسمت پایین اون رو تا پایین دوخت میکنید. پس به این شکل قسمت بالا رو به اندازه 16 الی 17 سانت باز میذارم و از اون به بعد رو شروع به دوختن میکنم. بعد از اینکه درزم رو دوختم نوبت به اتو کشی میرسه. قشنگ درزتون رو باز کنید و با اتو بخار محکم روش بکشید و اگر اتوی سرد هم دارید ازش استفاده کنید. قسمت بالا هم که برای جای زیپ باز گذاشته بودید رو در ادامه اتو کشی پایین درزش رو باز کنید و اتوش کنید. حتما قبل از دوختن زیپ دامنتون رو 1 بار بپوشید و سوزن بزنید قسمتی که باز هستش رو و ببینید که تنگ و گشاد نباشه که در این صورت از درزی که دارید میتونید بیشتر یا کمتر بدوزید. شما هم میتونید از زیپ ساده و هم زیپ مخفی برای این کار استفاده کنید. اما خب از اونجایی که ما دوست داریم زیپمون مشخص نباشه از زیپ مخفی استفاده میکنیم. اما طرز دوخت زیپ مخفی اصلا ترسناک یا سخت نیست. فقط یک کمی حوصله و دقت میخواد. اما مهمترین نکته‌ای که توی دوخت زیپ مخفی اهمیت داره اتویی هست که شما به اون قسمت بازی که قرار زیپ دوخته بشه هم بزنید. پس حتما این قسمت بالا رو هم
درزش رو اتو کنید و به این شکل قرار بدید. برای اینکه یک دوخت زیپ مخفی تمیز و فوق حرفه‌ای داشته باشید، حتما اول زیپتون رو با دست کوک بزنید. یه چیزی راجع به دوخت زیپ مخفی بهتون میگم، همیشه توی ذهنتون نگه دارید. قسمتی که زیپ دندونه داره حتما باید به سمت داخل یا همون خط اتوتون قرار بگیره. پس یک بار دیگه، قسمتی که دندونه داره حتما باید روی خط اتوتون قرار بگیره. این قسمتی که سر زیپ ها هم وجود داره که بعضیشون پلاستیکیه، بعضیشون فلزیه، روی لبه دامنتون قرارش بدید. بعد از اینکه این کارو کردید، زیپتون رو با سوزن تهگرد فیکس کنید و بعد از اون کاری که ما میکنیم و مهمترین قسمت دوخت زیپ مخفیه اینه که با انگشتامون دندونه های زیپ رو میدیم کنار و دقیقاً از لبه کناری این دندونه ها که در واقع زیرشونه و ما با دستمون میدیمش کنار، شروع میکنیم به کوک زدن. اگر شما این نکته رو رعایت نکنید و حتی اگر چند میلیمتر اونورتر کوک بزنید، در واقع زیپ مخفیتون دیده میشه و دیگه مخفی نیست. پس حتما این نکته رو رعایت کنید. بعدش هم که خواستید زیر چرخ بذارید و کوکش کنید، حتما باید از پایه زیپ استفاده کنید. همونطور که میبینید من دو طرفش رو با دست کوک زدم، با نخ غیر همرنگ زدم که شما هم ببینیدش و حالا نوبت چرخ کردنشه. اول پایم رو عوض میکنم و پایه زیپ قرار میدم و بعد شروع میکنم به چرخ کردن. همون کاری که در واقع توی کوک زدن انجام دادیم و لبه های زیپ رو دادیم کنار، اینجا هم همون کار میکنیم و با دقت بیشتری سعی میکنیم بدوزیم. بعد از اینکه هر دو سمت رو دوختیم، زیپ مخفی ما آماده است و همونطور که می‌بینید مخفیه و هیچ قسمتی ازش پیدا نیست. شما میتونید این زیپ رو هم درز پشت دامنتون قرار بدید، هم درز بغل دامنتون میتونید قرار بدید. برای کمری دامنتون از اضافه پارچه‌تون میتونید استفاده کنید. برای این کار به اندازه عرض کمریم به اضافه 1 سانت پارچه‌ام رو تا میزنم که یک قسمتش دولای بسته بشه و یک قسمتش دولای باز. طول کمرم به اضافه 5 رو هم روی قسمت طولش علامت میزنم و برش میدم. عرضش بستگی به خودتون داره که از 3 سانت تا بیشتر متغیر و معمولش 4 الی 5 سانته. میتونید نصف این کمری رو لای چسب بزنید که بهتر بایسته. برای دوخت کمری همونطور که کمری رو تا زدیم از هر طرف با 1 سانت جای دوخت میدوزیم. برای اینکه دامنمون تو قسمت پشت یا قسمت پهلو یه دکمه مخفی یا قزن بخوره، ما 2 سانت هم به طول کمرمون اضافه کرده بودیم. بنابراین این 2 سانت رو از یک طرف کمر به سمت داخل اومده و با 1 سانت جای دوختش میکنیم.
بعد از اینکه دوختیم این قسمت رو تا 1 میل مونده به دوخت یه برش کوچیک میزنیم که اگر نمیدونی بهش میگن چرت زدن. بعد از اینکه این کارو کردیم کمرمون رو به رو برمیگردونیم. بعدش به این صورت لبه کمرمون رو روی لبه دامنمون قرار میدیم و از این قسمت شروع به دوخت میکنیم با 1 سانت جای دوخت تا اون سر دامنمون. خب همونطور که میبینید سوزن زدم و شروع به دوخت میکنم از این سر تا اون سر دامن. خب دامنمون به این شکل در میاد که حتما اینجای دوخت ها رو باید به سمت پایین اتو کنیم و اگر دلتون خواست برای تمیزی کار میتونید یه دوخت نیش هم روی کمریتون بدید. پشت کار هم به این صورت این قسمت رو میتونید یه قزن، دکمه یا دکمه قابلمه ای بزنید. برای قسمت پایین دامنتون هم چند تا راه وجود داره. اول اینکه حتما قسمت پایین دامنتون رو تمیز دوزی کنید. حالا یا با چرخ سردوز یا با زیگزاگ چرخ خودتون. ما میتونید 1 الی 2 سانت لبه پایین دامنتون رو به سمت داخل تا بزنید. حالا 1 تا یا 2 تا و بعد دوخت کنید که کار سختیه چون دامن نیم کلوشه و پایینش گرده و دوختنش یکم مشکله، مخصوصا اگر تازه کار باشید. راه بعدی که آسون تره استفاده از این نوارهای زانفیکسه که به شکل یه چسب 2 طرفه عمل میکنه و با حرارت اتو باعث چسبیدن پارچه میشه که البته خیلیاتون باهاش آشنایی دارید. من از این راه استفاده کردم و طرز استفادهش رو هم با هم میبینیم. به این شکل نوارمون رو لبه دامن قرار میدیم و یه تا روش میزنیم. اگر شما تا به حال خیاطی نکردید و با این نوار خیلی آشنایی ندارید میتونید نوار رو قرار بدید، دامن رو یه تا روش بزنید، با دست کوک بزنید و بعد اتو رو روش بذارید که خب خیلی ساده تره. یا اینکه چسب رو به صورت تیکه تیکه قرار بدید و بعد با اتو بچسبونیدش و به قسمت بعدی برید که من این کارو کردم. یه تیکه از نوار رو میذارم، اتو رو میذارم روش. میتونید از بخار اتو هم استفاده کنید و بعد برش میدارم و میرم قسمت بعدی. برای فیکس شدنش هم میتونید از این اتوهای سرد که اتوهای سنگی هم معروف هستن استفاده کنید. اگر میخواید دامنتون کمربند بخوره شما نیاز به پل کمری یا بندینک دارید. به تعدادی که میخواید پل کمری بذارید به مستطیل به ابعاد 4 در 7 الی 8 سانت نیاز دارید. بعد از اینکه مستطیل رو بریدید دور تا دورش رو سردوز میکنید و به این شکل 1 تا به سمت وسط، 1 تا دیگه هم به سمت وسط و این 2 تا میان روی همدیگه و از کنار یه دوخت کوچولو روشون میریم. به این شکل در میان که میتونید بالا و پایینش رو تا بزنید و روی کمرتون بدوزیدشون. من از 2 تا بندینک میخوام استفاده کنم که قسمت پهلوی دامنم قرار میگیره. قسمت پشت دامنتون هم میتونید از دکمه و جا دکمه استفاده کنید، هم میتونید مثل من از این دکمه قابلمه‌ای ها استفاده کنید و با دست کوک بزنید. بندینکم رو 1 سانت از قسمت بالا و 1 سانت از قسمت پایین به سمت داخل تا میزنم. بعدش از روش دوخت میرم و حتما چند بار دوخت رفت و برگشتی میرم تا سفت و محکم بشه. برای اون یکی بندینکم همین کار رو انجام میدم. خب به این صورت بندینکمون آماده میشه. اینم از نتیجه کار که من با لباسای مختلف استایلش کردم. ممنون از اینکه همراه هم بودید و امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید.
اگر میخوای بدونی که با اضافه پارچم چی کار کردم و چی قراره رو یادت بدم، حتما ویدیوهامون رو دنبال کن.